اومد جلوی دوربین، پارچه رو دور گردنش انداخت و میخواست خودش رو اما همه اینا فقط به خاطر این بود که فالوور جذب کنه و خودش رو سر زبونا بندازه. خیلی از اون به عنوان کیم کارداشیان ایران یاد میکنن. دنیا جهانبخت در تاریخ 30 آبان ماه 1368 در تهران به دنیا اومد. اون توی خانواده 4 نفری بزرگ شد و یه برادر ناتنی هم داشت. دنیا اولین بار در سال 1400 وقتی به یکی از کامنت های طرفداراش در اینستاگرام پاسخ میداد، اعلام کرد که پدرش مجید جهانبخت در سال 1384 فوت کرده. اون زمان خانواده‌شون در لندن زندگی می‌کردن. گیتی مادر دنیا خانه‌دار هست، اما وقتی توی ایران زندگی می‌کردن پرستار ارشد بود و گویا در سال 1399 بازنشست شده. چند وقت پیش دنیا توی استوری اینستاگرامش درباره برادرش گفت من تک فرزند هستم. یه برادر ناتنی هم دارم که مادرم اون رو به سرپرستی قبول کرده، اما از وقتی که با یه دختر ازدواج کرده ازش خبری نداریم. در سال 1386 دنیا جهانبخت فقط 18 سال داشت که تصمیم گرفت در شبکه اجتماعی فیسبوک فعالیت کنه. اون شروع به انتشار عکس‌های شخصی خودش کرد و خیلی سریع مورد توجه قرار گرفت. در مدت کوتاهی هزاران دنبال کننده پیدا کرد. در اون دوره فعالیت خاصی نداشت و فقط تصاویرش رو منتشر می‌کرد. این تصاویر خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدن و توجه خیلی از افراد رو جلب کرد. دنیا جهانبخت مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد تهران رو داره. اون فعالیتش توی دنیای مد رو از سال 1388 شروع کرد و در ابتدا به عنوان مدل پوشاک و میکاپ آرتیست کار می‌کرد. وجود فالوورهای میلیونی دنیا جهانبخت در اینستاگرام و همچنین اشتراک گذاری عکس‌های بی‌حجاب و نامتعارفش باعث شد که پلیس فتا در تهران برای اون احضاریه صادر کنه. فردای همون روز اون تصمیم گرفت که کشور رو ترک کنه و عازم ترکیه بشه. دنیا با ابراز شیوه عشقی عجیبه شهرتی میلیونی برای خودش دست و پا کرد. اولش با انتشار عکسایی از ساسی مانکن، خواننده رپ ایرانی، بهش ابراز علاقه کرد. اما وقتی این خواننده بی‌اعتنایی کرد، توی این ویدیو اون یه پارچه رو دور گردنش بسته بود و میخواست خودش رو این تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت و خیلی از خبرگزاری داخلی درباره این اتفاق صحبت کردند. این موضوع باعث شد تا ده‌ها هزار نفر برای دیدن این نمایش عجیب به پیج اینستاگرام دنیا جهانبخت مراجعه کنند. در پی انتشار شایعاتی درباره ارتباط ساسی مانکن با دنیا جهانبخت، طلا گلزار، مدل ایرانی ساکن دبی، با انتشار ویدیویی از خودش و ساسی به این شایعات دامن زد. بعد از انتشار این ویدیو، دنیا که خودش رو در رقابت عشقی با طلا گلزار می‌دید، با تحریک فالوورهاش به پیج طلا گلزار حمله کرد. جدیت این ماجرا به حد رسید که تبدیل به تیتر اول اخبار و رسانه‌های اجتماعی شد. در نهایت ساسی مانکن با ارسال دستگلی برای دنیا جهانبخت سعی کرد که اون رو آروم کنه، اما عشق دنیا به ساسی خیلی زود خاموش شد و این ماجرا بعد از مدتی از التهاب افتاد. طبق بررسی‌هایی که در سطح اینترنت و وبسایت‌های دیگه انجام دادیم، فرشید امیرشقاقی ملقب به مونتیگو، خواننده و اسپانسر چهره‌های مشهور خارج نشین هست. اون و پدرش با هم دیگه کار میکنن و یه باند بزرگ رو تشکیل دادن که چهرهایی مثل تتلو، دنیا جهانبخت، امین فردین، پویان مختاری، حسین توهی، ساشا صبحانی زیر نظر اون فعالیت میکنن. این مجموعه با ایجاد فضای تبلیغاتی و چهره‌سازی در شبکه‌های اجتماعی دنبال اهداف خودشون هستن. در سال 1399 دنیا جهانبخت با مونتیگو وارد ارتباط شد، اما رابطه‌شون فقط برای داغ نگه داشتن فعالیت‌های سایت‌های شرط بندیشون و حضور در صدر اخبار بود و این دو نفر هیچ دیدار با هم دیگه نداشتن. در سال 1398 دنیا با هدف افزایش فالوور و کسب درآمد از سایت‌های قمارش تلاش کرد تا یه رابطه عاشقانه رو با امیر تتلو، خواننده رپ ایرانی برقرار کنه. اون در این راستا بارها در مصاحبه‌هاش و شبکه‌های اجتماعی به تتلو ابراز علاقه کرد و حتی با انتشار عکس‌های مشترک با اون این رابطه رو به نمایش گذاشت. در نهایت با دخالت مافیای قمار چندین کلیپ از دیدار این دو نفر منتشر شد.
طبق یافته‌های تیم ایران بیوگرافی این کلیپ ها حاوی صحنه‌های خصوصی از رابطه‌شون بود. با این حال این رابطه پس از مدت کوتاهی از هم پاشید. برخی معتقدند که این رابطه از ابتدا ساختگی بوده و هدف اصلیشون کسب درآمد و افزایش شهرت بوده. در 28 مهر 1399 دنیا با انتشار عکسی از خودش در کنار یک مرد جوان با صورت مخفی خبر از ازدواجش داد. بعد از مدتی مشخص شد که اون مرد جوان مهراد جمع خواننده ایرانی هست. این خبر توی رسانه‌های ایران حتی برخی از خبرگزاری‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای داشت و به یکی از جنجالی‌ترین اخبار اون سال تبدیل شد. مهراد جمع و دنیا جهانبخت مدتی با هم رابطه عاشقانه داشتند و در شبکه‌های اجتماعی عشقشون رو به هم ابراز می‌کردند. ثمره این عشق یک فرزند پسر به نام آرتام بود. اما چرا مهراد جمع از دنیا جهانبخت جدا شد؟ دنیا بعد از جدایی از مهراد جمع در اینستاگرامش نوگفتهای زیادی رو درباره این رابطه منتشر کرد. اون در مورد وضعیت ازدواجشون گفت از مهراد جمع باردار بودم و احتمالاً فرزندش هرگز رنگ پدر رو نخواهد دید چون مهراد قصد داره به ایران برگرده. این رابطه مثل خیلی از روابط قبلی دنیا جهانبخت دوام چندانی نداشت و مهراد جمع بعد از جدایی به ایران برگشت. اون اعلام کرد که قصد داره به عنوان خواننده در ایران فعالیت کنه. دنیا جهانبخت در تاریخ 20 آبان 1400 بعد از حدود 2 ماه از جدایی از مهراد جمع نخستین فرزندش رو در یکی از بیمارستان‌های لاکچری لندن به دنیا آورد. بر اساس تحقیقات تیم ایران بیوگرافی هزینه زایمان سزارین دنیا حدود 34,000 پوند بود که پول انگفتی میشه. در یک اتفاق تعجب‌آور مهراد جمع در شهریور سال 1400 به ایران برگشت و اعلام کرد که پدر فرزند دنیا جهانبخت نیست. با این حال دنیا ادعا میکنه که مستندات پزشکی برای اثبات ادعای خودش داره و قصد داره شناسنامه آرتام رو با نام خانوادگی سعیدی کیا که شهرت مهراد جمع میشه بگیره. هنوز اطلاعاتی از این موضوع در دسترس نیست که این اتفاق افتاده یا نه. دنیا با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از روابط پرحاشیه‌اش با چهره‌های سرشناس مثل ساسی مانکن و امیر تتلو به شهرت رسید. اون بعد از مهاجرت به ترکیه با داوود حزینه هم آشنا شد که الان این شخص توسط دولت ترکیه دستگیر شده و به ایران تحویل داده شده. انتشار عکس‌های دنیا جهانبخت در آغوش داوود حزینه در فضای مجازی نشون داد که این رابطه نسبت به روابط قبلی دنیا جدی‌تره. اما این رابطه دوام چندانی نداشت و بعد از مدت کوتاهی بدون حاشیه به پایان رسید. این رابطه برای دنیا جهانبخت سودمند بود چون با ورود به دنیای سایت‌های قمار تونست شرایط مالی خودش رو بسیار بهبود ببخشه. داوود حزینه هم با این رابطه به شهرت بیشتری دست پیدا کرد. بعد از جدایی داوود حزینه بارها در رسانه‌های اجتماعی ادعا کرد که به دنیا جهانبخت کمک کرده تا بتونه تنهایی ایستادگی کنه و مستقل بشه. اما این ادعاها چندان هم قابل باور نیستن. به نظر میرسه که این رابطه صرفاً یه معامله تجاری بوده و جنبه تبلیغاتی داشته. در سال 2023 بعد از اینکه 1 سال از جدایی دنیا جهانبخت و مهراد جمع گذشته بود، اون سامی بیگی خواننده پاپ ایرانی رو در اینستاگرام شخصی و پیج پسرش آرتام فالو کرد. جالب بدونی که اون هیچ کس دیگه‌ای رو فالو نکرده بود. دنیا در یکی از لایوهاش به شوخی گفت میخوام از سامی بیگی هم فرزندی داشته باشم. اما مدتی از رابطه‌شون نگذشته بود که دنیا موضعش رو عوض کرد و در ویدیو یوتیوبش گفت سامی بیگی اگر پولی که بهش قرض دادمو پس نده آبروش رو میبرم. رابطه دنیا و سامی خیلی مبهم بود و اطلاعات دقیقی از آغاز یا جداییشون در دسترس نیست. شاید هم از پایه دروغ بوده. زندگی دنیا جهانبخت پر از داستان‌ها و حواشی‌های متعدد هست که در ویدیوهای بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زیر همین ویدیو برام بنویسید که بیوگراف چه کسی رو دوست دارید که براتون بگیم.